محسن تو مرحله نیمه نهایی یه آرزویی کرد، چون پدر محسن و مادر علی معلولیت دارن. محسن یه آرزویی کرد که من تنها آرزوم اینه که یک بار حالا که تو عصر عید اومدم پدرم رو این صندلی‌ها ببینم و علی هم مادرش رو، چون هر دو معلولیت دارن و اینها. یعنی واقعا چیز شبیه رویا بود برای بچه‌ها. میخوام بگم که این آرزو و رویای محسن و علی محقق شده و ما با کلی پلیس بازی و اینا پدر محسن و مادر علی در تماشاگرای ما حضور دارن و نشستن.